میاد نمیاد، میاد نمیاد، میاد نمیاد، میاد نمیاد، میاد نمیاد، میاد. خیلی خوش آمدین. ما اون خانه قبلی ویلایی بود دیگه، اخیراً ناراحتی بود، پشت پارک بود، می اومدن ماشیناشون جلوی در پارک میکردن، میرفتن راه رفتن. بالاخره اونجا رو مجبور شدیم فروختیم و آمدیم اینجا یک آپارتمانی گرفتیم که دست پامون تنگ. علی اکبر اکبری متولد 1308، ساکن مشهد، متولد شهرستان بیرجند. تکنسین داروسازی درجه 1 گرفتم، رفتم پزشکیاری خوندم، بهداری استخدام شدم که بعد شدم کارمند دانشگاه علوم پزشکی. در این ضمن بازیگری هم اضافه شد، او رو هم رفتم کلاس. مشهدم تئاترهایی که داشت میرفتم، من جمله مثلا تئاتر ملی، تئاتر گلشن، یه تئاتری هم که خدا رحمتش کنه منصور همایونی تأسیس کرد به نام پارس. فیلمی هم که از طریق آموزشگاه سبا رفتم انتخاب شدم که بازیگری گریز از شهر. فشارت یکم بالاست بابا، اکسیژنت هم داره تموم میشه. باشه حسین که آمد نگم بذاره پاش. فرصتو خوردی؟ آب نبود بخورم. پدر من که گفتم هر وقت کار داشتی به موبایلم زنگ بزن. که فیلم مادر در باران آمد بازی کردم که اونجا هم البته جزو برترین ها شدم، حبیب همونجور. این کلاه مال نمایش‌های متعددی بوده که چه نقشی داشته باشم. مثلا این لباس یکی از اون داشتای اون موقع قبل از کلاشافو به این صورت بود که می‌پوشیدم اینا. یه فیلمی هم به نام سوپر موس، بالاتر از موش، به کارگردانی ایران انتظام بازی کردم. یک بازیگر مشهدی عنوان بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم ویمسته در کشور اوکراین را به دست آورد. علی اکبر اکبری تاکنون در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی بسیاری همچون نقطه اوج، کوی خاوران، آی آدم‌ها و عشق و خاکستر ایفای نقش کرد. بازیگری یک طوری دیگه به من آموخته بود که روح مردم شاد کنم. پزشکی هم طوری بود که کمک کنم به مریضای که دردمندن، از درد نجاتشون بدم. خیلی اینا از یک نظر خوشحالم، همه راضی بودن از من. چند سالی است که خانمم فوت کرده و تنها شدن دیگه. بچه هم که بزرگ شدن، دنبال خانه و زندگی شدن. اینم که اینجا ما دیگه چون سنی از ما گذاشته دراز میکشم، فقط کارم مطالعه کردن و کتاب خوندن. و من عاشق بازیگریم، دوست دارم تا وقتی که زنده هستم و میتونم حرکت داشته باشم بازی کنم. ببین اندازه تو دست در نکنه عزیزم، خیلی راحته دیگه. پادر نمیزنه؟ نه دست در حکایت ننه سلما شنیدی؟ خوشحال میاد، غمگین میره. این حکایت مایه.